و در آخر سخن ما میخوام که یک چند پیشنهادی داشته باشم به مردم و به خود همین حکومت دیکتاتوری رحمانوف تا اینه که آگاه باشن. پیشنهادی است که خط را در کوتاه‌ترین فرصت معین کنید، نه اونی که طرز خودتون میخواهید، طرزی که مردم میخواهد، یعنی که در مردم حسابات بتید، گفتگو کنید، مردم واروخ و چارکو این منطقه را بیارید با هم و خط را با اون مردم در گفتگو با اون مردم معین کنید تا اینی که مناقشه در آینده به میان نیاید. این یک نکته، یعنی آشکار و رسانه‌ای باشه. بله. نکته دوم، در کوتاه‌ترین فرصت سفیر قرقیزستان به تاجیکستان به حکومت فریاد کرده باشد به دوشنبه و اعزام کرده باشد به خاطر این کارش که شهروندان تاجیکستان امروز در فرودگاه‌ها لطکوب میکنند. باید سری راه ای گرفته بشود و سخت تمدید کرده بشود. نباید چون این کارو صورت کرد. سوم، مردم در صورتی که حکومت رحمانوف توانایی معین کردن مرز را نداشت و نکرد یا که به شما شریک نساخت، کار را به دست خودتون بگیرید. برای به خاطر شکار کردن از حکومت اجازت بگیرید، شکارچی شوید. وقتی در صورت شما توانستید شما را برای شما سلاح میتین، آماده باشید. پیشنهاد چهارم به حکومت رحمانوف و دیکتاتور، یگان شهروند تاجیکستان که در لب مرز زندگی میکند و به خاطر مردم میخواست از سرزمینش دفاع میکند، به خاطر سرزمینش نسبتش پرونده باز کردن نشود، برای اون مدال شجاعت داده شود تا اینکه اون مردمی که در اون منطقه زندگی میکنند شجاعانه از حق خودشون دفاع کنند. تا زمانی که این مشکلات را حل نکردید، مردم با شما همشریک همراه نخواهد بود. همه مردم میدونند که شما بازیگر، شما بازی میکنید. گروه های سیاسی میدونند که شما در این چند روز گذشته بازی کردید، برای خودتون کازر میگیرید از اینجا. اما شما دیدید که ما در قطار مردم بودیم و بازم گفتیم که ما در قطار مردمیم و مردمون و سرزمینمون بالاتر از همه چیز میسته و به ضد دشمن از همین منبرها مبارزه بردیم و گفتیم اگر لازم باشد میریم میجنگیم در مقابل دشمن. اما حکومت دانسته بگیر که با اون 4 تا اوباشید که امروز در مقابل مخالفان دوباره بعد از این مشکلات مرزی برآوردی خاتمه بیده. تمام چاپلوس هایی که در مقابل مخالفان میبراین گپ میزنن در چون یک روز ننگ چکار کنید؟ از بین ببرید، نابود کنید اینها را. از اینجا یک مراجعت دیگه به حکومت قرقیز ها هم هست، خصوصا به رسانه های مستقل شون که شما از ویدیوهای ما استفاده کرده برای اونه که ما حکومت رحمانوف یا که رحمانوف استعفاش طلب کردیم به نفع خودتون استفاده کردیم، چون ما رحمانوف از قدرت 12 طلب استفاده و این مشکل داخلی ما هست. ابوذر آزم دوباره و این مشکل داخلی ما هست و ما مشکل داخلی ما خودمون حل میکنیم. ما نیاز به دست خارجی نداریم. هر مشکل ما در داخل داشته باشیم خودمون حلش میکنیم. پیشنهاد 5 به حکومت رحمانوف، دیکتاتور، در مقابل تمام جهانیان در رسانیدن خبر معلومات باختی و امروز روز رسیده است درک کنی که تو روزنامه نگار مستقل نیاز داری. اجازت بدی و تهیه کن روزنامه های مستقل، رادیوهای مستقل، تلویزیون های مستقل، روزنامه نگارای مستقل اجازه بدین تا اینکه بتوانند خبر معلومات به جهانیان برسانند. آیا شکست در همینجا دیدی که شکست خوردی؟ اگر این منبرهای ما نمیبود، از اینجا ما صدا نمیزدیم، به مردم خبر نمیکردیم، به جهانیان نمیرساندیم، از زبان شما هیچ کس نمیفهمید. این منبرهای ما بود که توانستیم ویدیوها را از این جانب از اون جانب پیدا کنیم، به جهانیان برسانیم که ما متجاوز نیستیم، متجاوز دیگر کس است. باخت پذیرفتی، ولی امروز پیشنهاد این است که تشکیل کنین در اونجا. در چنین یک روز ننگین اون لازم می شود برای مردم، برای ملت، برای سرزمین. راه حل این 5 پیشنهادی که من کردم از دیدگاه من که
طول امروز بررسی میکردم این برنامه را به خاطر تهیه کردن در ذهنم اومد که این مشکلات میتواند مرز را حل کند، آینده کشور را حل کند، وگرنه هم سرزمین از دست میتید هم خودتون نابود میشه. وروخ هیچ وقت انقلاب نبود و انقلاب نخواهد شد و هر زمانی که قرقیزها میخواهند این زمین رو به همون برنامه قدم به قدم خودشو پیش ببرند، به هر بهانه اغوا میاندازن و طرف تاجیکستان جنگ می‌اندازن. شما یادتان هست سال 2016 پرچم قرقیزستان در حدود تاجیکستان در خانه مردم تاجیک آویزان کرده شد. مگر این به احساسات یک ملت، به احساسات یک کشور بازی کردن نیست؟ اگر امروز طرف قرقیزستان در همه رسانه ها تاجیکستان را متهم به اون میکند که تاجیکان اومدن طرف کشور ما تجاوز کردن، اون زمانی که شما پرچمتان را اومده در زمین ما زدید، کجا بود اون صداهای شما؟ اون زمانی که چند سرباز ما را سال 2014 کشتید، اون زمان صدای شما کجا بود؟ اون زمان تجاوز نبود، امروز تجاوز است. هر زمانی که شما بالای کشور ما یک اغوا میاندازید، جنگ می‌اندازید، اون زمان تجاوز نیست، امروز تجاوز است. امروز در تمام کشورهای خارجه در مقابل کشور ما چیکار میکنن؟ تظاهرات ها میکنن. من از یک جوانی که خیلی ادعای وطن پرستی میکند در کنفرانس OBC سر و صدا بلند کرد، به ضد مخالفان صحبت کرد. گفت ما 5 تا 15 هزار یا که نمیفهم زیاده از 50,000 جوانانی تحصیل کرده در خارج دارم. نام تشکیلات هم اساسیه جوانانی تحصیل کرده در خارج. خسرو ایوبوف. کجا اون جوانانی تحصیل کرده در خارج؟ کجا هستن که نزد سفارت قرقیزستان نمیرن؟ کجا هستید شما؟ با کجا شما نظر میکنید؟ همین است دفاع کردن از حکومت، همین است دفاع کردن. شما در مقابل ما اومدید همه کار انجام بدید، چرا در مقابل متجاوز ایستادگی نمیکنید؟ چرا بزید اینها گپ نمیزنید؟ در یک کشور شما یک تظاهرات برپا نمیکنید که ادعا کرده که ما از 5,000 تا 50,000 نفر تحصیل کرده در خارج داریم که شامل این اساسیه است. خب در کجا هستید شما اگنید؟ حالا کل پناهنده های تاجیکستان در خارج جمع کنی، اینقدر نفری که در عضو اون سازمان شما هست با اونها برابر نمی شود. کجا هستید؟ یک در یک جا تشکیل کردید. حالا از حزبای مخالف قرقیز که در پارلمان جا دارند، اونها سر و صدا بلند میکنن که تاجیکستان بالای ما تجاوز کرده است، ما با سازمان های مثلا بین المللی شکایت میکنیم. مردمش در خارج میبره از دیدی مردمی ما که ما در یعنی بالای کشور اونها حمله کردن تظاهرات میکنن. در داخل کشورشون هزارها مردم میبرن از حکومت طلب میکنن که برای ما جزئیات بگو که چرا در مرز چنین شد، کی بالای ما تجاوز بالای ما صورت گرفته است، و سازمان ها مراجعت کنید. همه کار انجام میدن. ای امانگرد کجا هستید شما؟ در روزهای اولی مناقشت لباتون پوشاندگی خاموش، وقتی که همه جا آرام شد و همه جا خاموش شد و طرفا با هم ملاقات کردن، همه جا آرام کردن، بعد سر و صداتون برآمد. در همون سر و صدا کردنتون هم باز در مقابل مخالفان حکومت صحبت کردید، باز هم زدید بالای مخالفان حکومت. حالا اون که ما از این منبرها در اون روز ننگین برآمدیم، در بر مردم تاجیکستان ایستادیم و در مقابل متجاوز خارجی مبارزه بردیم که از تمام دوستان دعوت کردیم که به احساسات دادن نشن و آماده باشن که هر لحظه که یک متجاوز بالای کشور ما حمله کرد، ما اختلافات داخلی یک طرف میگذاریم، در مقابل متجاوز میجنگیم. این سربازای ما و شماست دوستان عزیز. یا که رویاشون پری خون، دستاشون پشت بر بسته، پاهاشون بستگی. این سربازان کدام کشور دیگه نیست. نگاه کنید، دیدین این رفتارا؟ این اغوا نیست به نظر قرقیزها.
این به نظر قرغیزها بازی کردن به احساس مردم تاجیکستان نیست. این تجاوز نیست. در خاک یک کس رفتن پرچم زدن، سرباز یک کس گرفتن، کودک یک نفر برده لط کردن، این تجاوز نیست. چاروهای دیگر کسا را گرفتن بردن، این تجاوز نیست. راه یک انسان یک کشور را بستن، این تجاوز نیست. برق دیگران را بریدن، این تجاوز نیست. اما وقتی که یک پوشون در خور خلید، اون تجاوز می شود.